یه دختره بود، همسایه ما بود. بعد موقعی که ایران بودم طبقه پایین ما بود، میخواست بره آمریکا. نمیدونم 19 سالش بود چقدر بود، آخرم رفت. من با این صحبت کردم، در رفیق شدیم فلان اینا. بعد من هی به این پیشنهاد میدادم، این قبول نمیکرد. بعد آخرش یه چیزی به من گفت آجی انقدر حالم گرفته شد، هنوز یادمه. بهم گفتش که علی من نمیخوام رابطه ما بیشتر از همسایه باشه. گفت نمیخوام تو بیشتر از همسایه تو زندگی باشی. آجی حس نقش سیاه فیلم رو بهم دست داد. آره آجی انقدر خورد شدم، همه جوره خورد شدم. هنوزم دارم خورد میشم، هنوزم دارم خورد میشم.